وایسا 1 2 3. سلام، من سید هستم. به این ویدیو خوش اومدید. خیلی دوست داشتم ابتدا با یک ویدیو معرفی و گفتن اهدافم و اینکه قراره چه کارهایی انجام بدیم شروع کنم و بیشتر با من آشنا شید. اما همونطور که از تامنیل ویدیو دیدید، از تایتل ویدیو دیدید، آلبوم خون خورشید از بهرام و علی سورنا منتشر شده و چون در موردش خیلی صحبت شده، خیلی بحث شده، خیلی نظرهای متفاوتی داده شده، فکر کردم که خب این میتونه اولویت باشه و ترجیح دادم که بیام و در مورد این آلبوم صحبت کنم. اما ویدیو معرفی خواهیم داشت از برنامه هام، کارهایی که قراره انجام بدیم، با هم صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که اتفاقات خیلی مثبتی رو رقم بزنیم. با من همراه باشید. خب بریم سراغ مجموعه خون خورشید. تو این ویدیو قراره نقدهایی که به این مجموعه وارده، نظرهایی که در موردش داده میشه و اتفاقایی که حول انتشارش و معرفیش افتاده صحبت کنیم و خب نظر شخصی خودم هم میگم، امتیاز میدم با آلبوم و جلو میریم با هم دیگه. ابتدای ویدیو ازتون تقاضا میکنم که تعصبتون رو همینجا بذارید زمین و انتهای ویدیو برگردید و تعصبتون رو دوباره بردارید، چون بدون تعصب نظر دادن، فکر کردن و حتی بدون تعصب زندگی کردن خیلی حس خوبیه و خیلی نجات بخش فکر میکنم. و بیاید اینطور باشیم، بیاید این تعصب ها رو همینجا فعلا کنار بذاریم و انتهای ویدیو دوباره آدم متعصبی باشیم. این رو هم در نظر داشته باشید که چیزهایی که توی این ویدیو گفته میشه نظر شخصی خودمه، نظرهایی که توی توییتر از مخاطبهای دیگه خوندم، آرتیست هایی که در مورد این آلبوم نظر دادن، ادمین های مختلف، فعال های مختلف و اینطوریه که خیلی سعی میکنم بی‌طرفانه راجع به همه چی صحبت کنم، چون چیزی که فکر میکنم کم داریم توی رپ فارسی یک نقد درست، واقعی و بی‌طرفانه است و امیدوارم که بتونم چنین چیزی رو بیارم و جا بندازم و به سطح مخاطب ها کمک کنم، به سطح آرتیست ها کمک کنم و جلو بریم و اتفاقای خیلی مثبتی با هم بندازیم. بریم سراغ آلبوم. وقتی این مجموعه توسط علی سورنا و بهرام منتشر شد، تقریبا همه میدونستن که این آلبوم قراره یک آلبوم به شدت سیاسی و اجتماعی باشه و بهرام و علی سورنا قراره در مورد چیزهایی صحبت کنن که مخالفان بسیار زیادی داره، طبق حواشی که حول محور این دو آرتیست بود و مدام بهشون نقد وارد میشد، حالا حمله میشد بهشون یا خیلی هم طرفداری میکردن از نظراتشون. اما ما اینجا نیستیم که در مورد چنین نظرهایی صحبت کنیم، ما در مورد آلبوم صحبت میکنیم. خب چیزی که انتظار میرفت این بود که یعنی اون اطلاعاتی که میتونستیم ازش مطمئن باشیم برای پخش این آلبوم این بود که سورنا قراره اون پیچیدگی اشعار خودش رو، اون ادبیات منحصر به فردش رو خیلی کمتر کنه و بیشتر به سمت بهرام بیاد و واقعی تر صحبت کنه. و در مورد بهرام هم حالا قرار بود که خودهاش رو تکرار کنه و شاید هم یک سری خلاقیت ها به خرج بده که خب داد. چیزی که خودم به شخص دوست داشتم بشنوم و همه طرفدارها دوست داشتن بشنون این بود که سورنای رپیتری داشته باشیم، سورنای خیلی هارشتری داشته باشیم که بیرحمانه رپ میکنه و بهرام یاغی رو میخواستیم که اون هم بیرحمانه رپ میکنه و خود قدیمش رو نشون میده. اما خب به یک جهتی رسیدیم و به یک جهتی به اون خواسته ها نرسیدیم که صحبت میکنیم در موردش. پیشنمایش آلبوم هم خیلی فضای تاریک و سرد و خیلی جذابی رو درست کرده بود. برای من اینطور بود، خیلی مشتاق بودم که ببینم اون تیزری که از آلبوم پخش شد مربوط به کدوم ترک ها میتونن بهش مرتبط باشن و چه پیامی رو بعد از انتشار آلبوم میتونیم از تو تیزر ویدیویش داشته باشیم، چون این کاریه که علی سورنا و بهرام زیاد انجام میدن. کاور آلبوم خیلی خوب بود که البته بعد از انتشار آلبوم دیدیم که هر ترک به صورت جداگانه‌ای برای خودش کاور داره و کاورهای خوبی هم داره. یه نکته دیگه‌ای که خیلی جلب توجه کرد حین معرفی آلبوم که توی جزئیاتش بود، حضور پیماندگار و اشکان موسوی به عنوان آهنگساز
پرودوسر، میکس و مسترینگ و کلا کارهای موسیقی مجموعه بود که حالا همون قبل از انتشارم این نقد بهش وارد شده بود، این نظرات داده بود که خب اینها نمیتونن یک مجموعه گوش نواز رو به ما برسونن و خیلی ها ناامید شده بودن همین ابتدا. البته من خودم اینطوری هم که کارهای الکترونیک اشکان موسوی و پیماندگار رو دوست دارم، دنبالشون میکنم ولی این نظر رو هم دارم که بله ممکن بود که نتونن از پتانسیل این دو آرتیست روی موسیقی درست استفاده کنن. حالا میریم سراغ نقدهایی که به آلبوم میشه. آلبوم روز شنبه حوالی 7 غروب منتشر شد و خب طبق معمول وقتی بهرام و سورنا کاری رو منتشر میکنن توییتر فضای مجازی میترکه یهو و پر میشه از توییت های مختلف. از یک سری توهین میکنن، یک سری خوشحالن، یک سری نقد میکنن، یک سری به ظاهر میخوان اهمیت ندن و طوری رفتار میکنن که اهمیت نداره و خب سلیقه آدم هاست و این نشون میده که رپ فارسی چه طیف گسترده‌ای از سلیقه ها داره و مخاطب هایی هستن که دنبال میکنن خیلی چیزها رو. هایپ آلبوم من رو گرفته بود. من آلبوم رو برای اولین بار گوش دادم و اینطوری بودم که خب این شاهکاره، اما هرچی رفته بیشتر گوش دادم. هنوز هم اینطوری هم که هر چقدر بیشتر گوش میدم چیزهای جدید متوجه میشم، نظرهای جدید میتونم بدم و خب از اون هایپ فاصله میگیرم و منطقی تر به قضیه نگاه میکنم. اولین نقدی که به آلبوم میشد در مورد محتوا محور بودن آلبومه که خب خیلی ها با رپ فلسفی مخالفن، با رپ محتوایی مخالفن که نشون میده خب اینا سلیقه‌شون اونه، ولی قرار نیست که این مجموعه بدی باشه چون یک موضوع محتوایی خیلی سنگینی داره. ما میبینیم که تو هیپ هاپ آمریکا هم چنین چیزی از دو تا ساید وجود داره و اینها به اونها میپرن، اینها به اونها میپرن. چنین چیزی تو رپ فارسی هم هست، مینستریم، زیرزمینی، این اسمایی که واسش میذارن که اصلا فکر نمی کنم اهمیتی داشته باشه. همین چند وقت پیش هم شاهد بیف کنریک لامار و دریک بودیم که تقریبا از این دو جناح بوده و این اتفاق، این مخالفت هیچ وقت از بین نمیره، ادامه دار خواهد بود و طبیعی هم هست چون آدم ها سلیقه های مختلف دارن و نظر میدن. همین. نقد دومی که به آلبوم میشد در مورد ایدئولوژی کمونیسم و چپگرایی این دو آرتیست. حالا ما دقیقا نمیدونیم تو این طیفی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم این دو آرتیست کجا قرار دارن، اما این رو مطمئنیم که تو سمت چپ این طیف قرار دارن. خیلی ناراحت بودن از اینکه چرا اشاراتی به سرخ و سیاه و چه میدونم دست ماست و اینا داره، چرا به تاج توهین میکنه، به تاج تیکه میندازه. خب جواب من به اینها که میگن چرا بهرام و سورنا ایدئولوژیشون رو دارن میگن و اعلام میکنن اینه که خب مگر آزادی بیان همین نیست؟ مگر ما از یک حکومت خیلی آزاد و درست این رو نمیخوایم که تمام اقشار جامعه حق صحبت کردن داشته باشن، حق بیان ایدئولوژیشون رو داشته باشن و بیان و آزادانه چیزی که میخوان رو بگن؟ مگر چنین چیزی هدف ما نیست؟ چرا پس حالا که این اتفاق داره میفته داریم میکوبیمش و سعی میکنیم که مخالفت کنیم؟ به نظرم اتفاق خوبی رو رقم زدن، جرأتش رو داشتن، ایدئولوژیشون رو اینجوری بیان کردن طوری که هیچ آرتیست دیگه نمیاد این کار رو انجام بده و اگر بیاد خیلی اتفاق مهمی میفته تو رپ فارسی. خیلی حرکت با معنایی شکل میگیره که نتیجه خیلی مثبتی خواهد داشت. اصلا فکر نمی کنم انتشار چنین محتوایی اشتباه بوده و اون ورقی از هیپ هاپ که بهرام در موردش صحبت میکرد با این آلبوم شکل نگرفت، اما با جریانی که این آلبوم میتونه راه بندازه میتونه شکل بگیره. اینکه آرتیستا بیان راجع به عقایدشون صحبت کنن توی موسیقی، بیان نظراتشون رو بگن و خب اینطوری همه یک آگاهی جمعی شکل میگیره، اطلاعات من بالا میره، اطلاعات شما بالا میره، حتی خود اون آرتیستا هم با ایدئولوژی‌های مختلف آشنا میشن، با نظرهای مخالف آشنا میشن، نظرهای مخالف رو میشنون و ممکنه خیلی تأثیر مثبتی داشته باشه. پس این نقد واقعا بهش وارد نیست چون من به آزادی بیان معتقدم و این مصداق بارز آزادی بیانه. نقد سوم هم نقد به موسیقی و مسترینگ آلبومه که وارده، یعنی واقعا
ایراد داره این کار. من اینطوری بگم که این آلبوم صدای خوبی نمیده، شما از گوش دادن به موسیقیش لذت نمیبرید. فضا سازی خوبه، خودم دوست داشتم، حتی میگم این حتی خودم با آهنگسازی آلبوم هم موافق بودم، اما به نظرم از صدای سورنا درست استفاده نشده. من چنین کامنتی رو برای اشکان موسوی گذاشتم و خب طبق معمول، طبق چیزی که انتظارش رو داشتم، مثل بقیه اعضای پیله یک جواب سربالا و خودخواهانه گرفتم که خب نه، همینه که هست، همین عالی بوده و فلان و اینا. توییتم میذارم براتون اینجا. این آلبوم برای کسی که دنبال رضایت شنیداریه اصلا آلبوم خوبی نیست. یعنی خیلی ها بودن که میگفتن ما حتی 20 ثانیه هم نمیتونیم به این موسیقی گوش بدیم و این چیز بدیه که تو نمیتونی یک مخاطب رو نگه داشته باشی تا به چیزی که داری ارائه میدی گوش بده. البته یک نکته‌ای که هست اینه که 100% بهرام سورنا، اشکان موسوی، پیماندگار، خانم قوقا، اینا میدونن که موسیقی چیه، میدونن مسترینگ چیه، میدونن چه چیزی رو ارائه بدن، بیشتر از من قطعا میدونن و حس میکنم که انتخابشون این بوده که به این شکل آلبوم بیاد بیرون و چون اولویتشون رضایت شنیداری نیست، اولویتشون الغای وایب نیست به مخاطب و بیشتر دنبال اینن که اون حرفی که میخوان بزنن رو بزنن، اون رو اون قشری تاثیر بذارن که گوش میده به چیزهایی که میگن. ولی خب به نظرم این اشتباهه. شما باید مخاطب رو نگه داشته باشید تو آهنگ. شما اگر کسی نتونه به آهنگتون گوش بده، قطعا گفته‌هاتون هم براش ارزشی نداره. کسی که نمیتونه 20 ثانیه به آهنگ شما گوش بده، قطعا براش اهمیتی نداره که شما چی دارید میگید تو آهنگ، چون گوش نمیده. یعنی طبیعیه چنین چیزی و اینکه یک آلبوم صدای خوبی بده خیلی مؤلفه مهمیه برای یک آلبوم و خیلی بازخوردها رو مثبت‌تر میکنه. به نظرم اگر سعید دهقان و یا فرشاد تو این آلبوم بودن، نجات میدادن این آلبوم رو. نظرهای منفی خیلی زیاده در مورد این آلبوم و نمیشه گفتش که 5 نفر گفتن که موسیقی آلبوم بده وقتی تعداد زیادی از نظرات در مورد اینه که موسیقی آلبوم بده، مسترینگ آلبوم بده. یعنی مسترینگ آلبوم بده، دشمنی که ندارن با شما. 90% مخاطبا که دشمنی ندارن با شما. بده. من دارم اینجا از محتوای آلبوم دفاع میکنم، دارم میگم دوست داشتم آلبوم رو ولی موسیقیش بده و این نقده که به شما وارده و اگر تصحیحش نکنید، مثل اتفاقی که تو خودها افتاد، تو گذار افتاد برای بهرام که همین نقدها وارد بود و تغییر ایجاد نشد و این نشون میده که شما ضعف داری تو این زمینه و باید درستش کنی اگر میخوای توی این مارکت، توی این فرهنگ بمونی و تاثیرگذار باشی. خودم برای بار اول که به این آلبوم گوش دادم تحت تاثیر اون هایپی بودم که توی فضای مجازی پخش شده بود. حس میکردم با آلبوم خیلی خوبی روبرو هم، چون انتظارم رو از این آلبوم به 0 رسونده بودم، چون دل سرد شده بودم نسبت به فعالیت های این دو آرتیست و اینطوری بودم که خب اوکی، من در نظر میگیرم که این آلبوم بدیه و واردش میشم، که خب بر خلاف انتظارم بوده. خدا رو شکر که بر خلاف انتظارم بوده. آلبوم خوبی بود. تو اون لحظات اول اگر ازم میپرسیدید نمره 9 رو میدادم بهش و میگفتم که نه، این آلبوم دیگه عالیه، چون ما علی سورنایی رو داریم که دوباره هارش رپ میکنه، خیلی بیرحمانه رپ میکنه. تو گرگومیش، تو محلکه، تو همون خون خورشید خیلی فلوهای باحالی رو داره استفاده میکنه و خب بهرام هم تغییرات خاصی درش ایجاد نشده، اما اون خلاقیتی که تو اجرا داشت، اون خلاقیتی که تو یک سری از فلوهایی که زد داشت رو من دوست داشتم و به نظرم حرکت مثبت و قابل تقدیریه و حالا هرچی رفته بیشتر با آلبوم گوش دادم، نمره 7 رو میدم با آلبوم و فکر میکنم که 7 از 10 میدم و فکر میکنم که در کل با مجموعه خوبی طرف بودیم و هستیم و امیدوارم که حالا در آینده همکاریاشون چیزهای بهتر از این باشه و از اشتباهاتی که تو این مجموعه انجام دادن درس بگیرن و دفعه بعد تکرارش نکنن اگر همکاری دیگه‌ای در جریانه. یه نکته دیگه‌ای که خیلی دوست داشتم از این آلبوم و از علی سورنا این بود که خیلی سطح نوشته‌اش رو پایین‌تر آورده بود، به درک عامه نزدیکتر کرده بود و
این باعث میشه که خب مخاطب‌های بیشتری باش ارتباط بگیرن، حرفاش بیشتر شنیده بشه و این یک نکته مثبته. و اشاراتی که به ترک‌های قبلیش، به آثار قبلیش میزد رو هم خیلی دوست داشتم. به نظرم حرکت جالبی بود و سوال ما نبرده و حالا کویر و چیزایی که آورده بود تو آلبوم و این رو من دوست داشتم. بهرامم من از بهرام انتظار داشتم یک بهرام یاغی و سرکشی رو گوش بدیم که خیلی بیرحمه و خیلی رپر قویه، اما توی این آلبوم واقعا یک رپر متوسط بود. جز چند تا خلاقیتش تو فلو زدن ما چیز متفاوتی نسبت به بهرام آلبوم قبلی، ترک‌های قبلی ندیدیم و دوست داشتم بیشتر بهرام داغ رو ببینم تا بهرام خودها رو. و ما بهرام خودها رو با یک سری فلوهای معمولی خلاقانه تر دیدیم. اما خب در کل دوست داشتم که این دو آرتیست در زمان دیگری، در جای دیگری چه این همکاری رو شکل میدادن، چون اون انتظاری که از همکاری این دو آرتیست داشتیم رو بهمون نداد. ما مثلا دارم میگم اگر جای آلبوم گوز این آلبوم میومد بیرون با اون سورنا و اون زمان بهرام، فکر میکنم ما خیلی اثر منحصر به فرد تر و خیلی اثر وایرال تری رو میشنیدیم و اینطوری بود که خیلی خاطره سازی میکردن باهاش و آلبوم ماندگارتری میشد در طول تاریخ و رپ فارسی، که این آلبوم اینطور نبود واقعا. من به شخصه برمیگردم به این آلبوم گوش میدم چون دوست داشتم آلبوم رو. من ترک شعر بیداری، ترک مورد علاقه‌ام از این آلبومه. هم سورنا خیلی محتوای جالبی رو ارائه میده و هم بهرام خیلی فلو جذابی رو میزنه که من خیلی دوست دارم و قطعا به این ترک برمیگردم، توی پلیلیستم قرارش میدم و بیشتر از اینها بهش گوش میدم. اما در کل کاش نه حالا و نه اینجا این اتفاق میافتاد. حالا یک جنبندی نسبت به این آلبوم داشته باشم اینه که خب موسیقیش که میتونست خیلی بهتر باشه، هرچند فضا سازی خوب بود ولی اون انسجامه وجود نداشت. من خیلی جاها این رو به خود اشکان موسوی هم گفتم که صدای سورنا ناهمگونه با چیزی که شما ارائه دادید. احساس میکنم جدا داره میخونه و اصلا همتراز نیست با صدای بهرام و خود موسیقی. یک جاهایی موسیقی صدا رو خفه میکنه، یک جاهایی صدا موسیقی رو خفه میکنه و یک بلبشویی درست میشه که آن سرش ناپیدا. واقعا به طور کلی میگم موسیقیش ضعیف بود، نیاز داشت که بهتر از اینها باشه. ما از بهرام و سورنا انتظار چیز قوی تری رو داشتیم که حداقل موسیقی باعث شه مخاطب باش ارتباط برقرار کنه، که نبود. علاوه محتوا و ایدئولوژی هم نقد بهش وارده، 100% بهش وارده، اما نکته منفی نمیبینم توی این قضیه و فکر میکنم که میتونه مثبت هم باشه. اینکه شما بیای یه ایدئولوژی رو بیان کنی و بگی که آقا من این ایدئولوژی رو دارم و باهات مبارزه میکنم، پس بقیه هم بیان این ایدئولوژی رو بگن و مبارزه کنن و این فکر میکنم مثلا خیلی حرکت مفیدی خواهد بود. یک نقدی هم که به آلبوم میشد در مورد آرت ورک های آلبوم بود که به نظرم اصلا وارد نیست. خیلی کاورهای جذابی داشت، فکر میکنم حتی نمره کاورها از نمره موسیقی و مستر آلبوم هم بالاتر باشه. خیلی کمک میکرد به اون ساخت اون فضا توی ذهن مخاطب، خیلی مرتبط بود با آهنگ ها و خسته نباشید میگم، چون در حال در صورت اینطوریه که بهرام و سورنا همیشه تو کارهای ویژوال آلبومشون خوب بودن، به نظر خوب میومدن. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو با من بودید. امیدوارم که نکته‌های مثبتی رو گفته باشم، امیدوارم کمک کرده باشم به شما تو درک بیشتر آلبوم. اگر حالا فکر نمی کنم که این ویدیو بازدید چندانی بخوره، اما اگر دوست دارید هر ترک رو به صورت جدا بررسی کنم و در موردش توضیح بدم و صحبت کنم، خوشحال میشم توی کامنت ها بهم بگید. من خوشحال میشم که من رو تو شبکه‌های مجازی دنبال کنید. اینستاگرامم و توییترم رو میذارم، هم تو دیسکریپشن هم اینجا. سعی میکنم اینجا اگر جا هست بذارم برای شما و خوشحال میشم که بیشتر با هم در ارتباط باشیم که اتفاقهای خیلی جدید و خیلی مهمی رو تو رپ فارسی رقم بزنیم. میدونم که این ویدیو کم و کاستی زیادی داره، کیفیت لازم رو نداره و خیلی جا داره که بهتر بشه و سعیم رو میکنم که رفته رفته با هر ویدیو اشکالات رو برطرف کنم با کمک شما، کامنت های شما، پیشنهادات شما و نقدهایی که شما به من میکنید و امیدوارم که بتونیم این فضای نقد رو
دوباره توی رپ فارسی زنده کنیم و بی‌طرفانه به آثاری که منتشر میشه، اتفاقایی که میفته نگاه کنیم، نظر بدیم و سعی کنیم که حرکت مثبتی رو رقم بزنیم. حالا میتونید برگردید به ابتدای ویدیو و تعصبتون رو دوباره بردارید. پیشنهادم اینه که بذارید اون تعصب همونجا بمونه و خاک بخوره، اما اگر دوست دارید میتونید تعصبتون رو بردارید. خیلی خوشحالم که اولین ویدیو رو ضبط کردم و منتشرش میکنم و امیدوارم که بیشتر از اینها با هم تعامل داشته باشیم و جلو بریم. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.